بعضا وقت همینقدر در فکری همین پدر و مادرم میروم سیر اونا فکر نکرده نمیشود. همین پدر و مادرم میگفتند که از همون جوانی که همین تو بچه میشدی گفتم خیلی بختر شدم، لیکن چی گفتنی هم که بطه جانو چه جان من توانستم دختری من آموز شوم، هرچند که بچه شده نتوانستم، لیکن صاحب همه چیز شده. الحمدلله چیزهایی که پدر و مادرم با لازم بود امروز همه چیز رو دارم، پدر و مادرم رو ندارم. السلام علیکم برادران عزیز، اپا خواهران عزیز، همه کسی اشخری بوید. نگفتن امونم در گورод کلین مسکوسکی область گورод کلین می باشد. ادرسای من ادرسای من کافیچه майдаҳа که من ош میپزم در алов. این قدر مخلص بسیار، این قدر باور کنید ای تمامی درونی مسکو زنگ میزنند از تمامی جوش که اپا جان دستافکا میکنین، اپا جان دستافکا میکنین. گفتم هوای خنک نه حولی دهانی منه به خاطر اون که این آش در الو پخته می شود. همه آش اوچاگی یاد کرده است. آشی که در الو مقصد در تاجیکی ما همه دوست می دارن این چیزا، تاجیک ازبکان الو خصوص. برادران عزیز در مسکوسکی область گورод کلین است. بسیار باور کنید برادران میگن که نمیگوی اپا جان در مسکو کشایی انشاءالله می شود. کاش که من توانم که برای بچه‌های غریب در تمامی شهر یک تاگی کافه کشایم. انشاءالله خدا خواهد می شود. نگفتن امانم مسکوسکی область. السلام علیکم دوستان عزیز، آش امروزه ما تیار شد. در اینجا 2 کیلو برنج آشای 2 کیلو کاروچی 10,000 می شود. هر یک تا شما میتونی آنو میخواد زکاس کنین یا معرکه چای زرونه زکاس میکنین میبرین یارو رفیقو کتی یگان چهل گرم معرکه داشته باشین، یگان جشن داشته باشین، جشن تانا میگذرونه. مرحمت بینید دوستان عزیز، بچه های آش دوستدار و آش خور بگیرین باشه. Ayteş, darın dekası ay darın dekası Oşay bu çok kışromada. مرحمت دوستان عزیز، در این برفی خنک من برای شما آش میپزم. شما میتوانید در خانه های گرم مکک شیشته زکاس کنید. انا اینجا با 5 پارس آشه یخ کده 5 پارس آشه 2000 با میتوانید هر یک تا شما زکاس کنید خانه تون با شیشته جای گرم مکک بر روی میکنم میخورید. آش علومی، آش براوغنی زغیر گرم مکک. مرحمت.